گله کجی همین درس رو بکنی که درس رو بکن کی نه درس رو آره بابا بفهمید برو درس رو بکن بده بله سلام خیریات چه خاله کی بابا شما بابا پیار ما هستم پیار می مایی باجی شما بفرمایید نه بابا ما میمون ما چی کار کنیم دیگه بابا تعالی بفرمایید نداره بفرمایید سلام علیکم بفرمایید باجی شما نه خوبه بخیر خیریات خوب است قراره بچه‌ها خونه خیریات بخیر شکر الحمدلله قرار خوب است یعنی شکر الحمدلله شکر خونه خیریات شتنگی خوبی بخیری سرالی الهی شکر چی گپا سلامتی خیریت شکر بچه مچه همتیه الحمدلله یک بچه داره البته یک 60 بچه دارم بابا یاره بابا شما من تک پای میزنین که به هیچ کشور سند نداره شهره باجای بچه مچه میگید یاره او یک بچه داره باجی شما بچه مچه که شده هم یک بچه با مچه هم داره ایلا اجازه یک دقیقه یک چی گپ بدشون بری شما خب بگی یک دولک پول که ما دارم خب گفتم شما هم که بچه ها بیکار خود شما هم تقریبا بیشتر وقت بیکاریم ما موتر بستانم این موترها رکشی و سنکشی اینا خب خب بابا هم او روز میگفتن که کسمسی پیدا که ما بریم ریک کشی من به کنیم مو خاطر آمدم مزایم شما نه بابا دیگه شما میخرین خود شما شریکی میستانیم نه بابا انشالله ایلا کم بیای بالاخره ما گردن به من باش یاد دارم من یاد داری؟ یاد دارم بابا من یک روز یای کردم چند پول داشته باجه شما پول نه 2 لک و 10 2 لک و 10 هزار گفته گیلک هست خب 2 لک هم دارم میشه 4 لک کدوم موتور ما این بستانه؟ یا مازدا یا دمتره که بالاخره من پول ما هرچه برابر آمد دیگه خوبه گیلک کار میکنم نه کار میکنم سنگ ما بار میکنم شما مترونی کنیم با شما سنگ بار کنیم ریگ بار کنیم با ما مترونی میکنیم یاره خودی هم کار میکنیم پناه به خدا حالا که می یک قشلاقی هست می سمت پینا دیا من یک موتر سراغ دارم میرم امیر سیل میکنم بخیر مدام تو موتور که بستانه که پناه به خدا نه موتر سالم خوبیه باشه دیگه تو خب موتر خوبیه همون میریم سیل میکنیم بلکه خودی بخیر جوری های منو پولای میدیم کلک کنده بخصم گیلک تو میری گیلک برم نمیفهمه پیار مثلا بریم شما من اصلا نمیفهم و موتر تنبالم بشده اگه بفهمی نه شما بریم نه عمال بریم شما بریم عمال خاره بخریم شما برین خاره بخریم پیار من بگم همین خاره میفهمین که مثلا میگم این چیزه این سیاه ابلغه پیار من میگن خربوشه خب نمیفهم نمیفهم پیار من حال کلم کار نمیکنه هر روزی که پیار من به میسین هر روزی که پیار من به میسین هر روزی که پیار من به میسین رسیدم تا حال تذکره ندارم برین خیر باشه خب بعد تم نداری تذکره داری من دارم از کجا گرفتی کی تذکره ما پیش مرتکه پیار آدم تذکره نداشته باشه با آدم تذکره وامیدم بخی بخی برو بخی من مثلا گفتم میگم مال پولا کنه میباره میباره نه باشه باشه خب بریم فعلا خدا حافظ خوش اومد همین جی بشی خب همین جی بشی نه همین اینجا گسال گوایه همین نداره همین سر همین جو هر جا خوش داری همین جی بشی میبرم همین درس رای سعی کنم هسته این نفر کی هسته همین موتر والا که از اون موتر بس مرتکه که موتر داره نمیخونی همین جگاه برو مثلا اون جگاه ها 2 نفر نریم درس را بعد خب بعد میام انم زوده خوبه خرابکاری نکنی اینجا که مردم نه دیگه تو خب چرا خاطر ملایمه همه زودی میام گواه شما یک خوندن بخونم گله چرونم گله را همه چرونم گساله را به خاطر یار نباشه من میچرونم گله گورا آخ گله چرونم گله را همیشه بوزو بره را
از خاطر یار نباشه کی میشه نمره مرا. نجوی که گردن ما بعد یک بکشه به تو بزنه خوب که به هر جا بری دکترای اونات نفهمن که به کجا تو خورده. دیر خیلی چی کار میکنی؟ مات مینه های در دقیقه میگه سر خود میگذاره نه که من بخوریم این واسه بخور. خیلی جا ملایمی دارین گردن و بند باشه. ایش دارین شما ایش دارین. چند نمیگی میرون حال این موتر با شما؟ این موتر که هست برو از این موترها دمرانیه. بدیدم. این اصلا موتر انتیکیه. به شما ایت خلاصر بگم قیمتی رو بگیم خیر باشه. قیمتی رو دیگه برای شما 3.5 لک. 3.5 لک خیلیه. به 3.5 لک مال با 4 لک 3.5 لک خوب مازدای میدم با ما دمراز کارم میکنیم خود. این تا مازدا فرق میکنه. کونگی چکار این 60-70 سال میشه این کار میکنه. باشه ما هم چکار ما روی کار کنم. خب کار میکنه دیگه. شما ندیدین که ما کار میکنه. قیمت خیلیه. فرسوده موتر بین برفته از این چیز نمونده. این موتر به اندازه 10 تا لودرا حاله کار میکنه. این آخی از این موتر حالی نیه. این برار ناراحت هم نشی میر به شما 1,80,000 اگه میشه. همه پولیر بابا. 1,80,000 گردن ما بند باشه یک دروازی رو به 1,80,000 نمیدم. چند نمیدیم؟ اون چیزی که شما هم میگین خیلی بالاه. زور ما نمیکشه. او برار ما برای شما که آخری شما نیم 3,30,000 روپیه. خیلی برای 10,000 چیزی نمیشه. بچه همه ما هم تو مفته کلید بودم دست شما بره. چیزی که ارزش داره بالاخره اگه راه و رقم داره. برار جو بام 3,00,000 روپیه می. نه. والله. تو نمی برار من خیر بینی. خونه تو آباد موتر من خود من نمیفروشم. تو ایت هم 1,80,000 روپیه که ما با 1,80,000 همه ذره بیا آمدیم برار با ایت یک کلام 2.5 لک میشه که حسابیو. نه برار من نمیشه. نه. یعنی 70,000 ما به یک دفعه بالا رو. نه من 50,000 تا آمدم. خاطر که همه ذره بیا آمدیم. چیکار شو؟ نمیشه برار من. با 80 میشه 2,80. دیگه تا بالا 90 یک روپیه دیگه بالا نمیکنم. اگر رقم داره این بین ما و شما بمونه. با قیمت رو به هر جا نگین. چطور بمونه؟ باز یک چیز به شما میگم که شفره که به چند دیر می بخریدم. هر کی پرسیدم اون چیزا بگیم بریم. 4 لک میگم ایر می بخریدم بشار. خب یعنی با حق همسایا میگم ها. کسی دوست آشنا. صحیح. اگر رقم داره که بلا شما بریم که بدم. 2,90,000 80,000. ایتا 81,000 هم نمونده. بیشتر ما رو از خدا میدونه بتونیم کار بکنیم یا نه. خوبه. خدا با شما گنج. سلامت باشین برین که شما بریم گیلک رفیق قرآن من اونجا گفتم بشین اگه بیام شما رو گفتم ببینم باز معطل بنده خدا. خود شما بریم پولار بیارین. میاریم دیگه گپ خلاصه دیگه. خلاص بریم. ما این بیانه بدم به شما. نه پولار هم بریم بیاره من موتر میدم دست شما که برین دیگه بیونه چی ما. خدا حافظ فلان خدا خیر بده. بریم خدا حافظ شما. گیلا. گیلا. ای جان گیلا بخی اینجا جا خوی شده وقت که برین خلاصه گه بخی یک پیاله بده وقت اینجا پیش گوه و تو هنی جو میره وقت سر پون بریم تو سر رو خورا وقت خونه نانه گنیه اینجا کجایه؟ خب چی جا خواه کسی که کجایه؟ ایر کی آورد؟ ای جان وقت که بریم وقت کجا بریم؟ به خونه بریم برفتم پیش از این نفر برفتم گپ زدم خودی برین که پولار بیاریم همین موتر والا ای از اینا محمود همون تو محمود همون با بیلا گفتم یه اونا اینجا سر خود محمود همون تال خو من تال خو بیدی برین بخی وقت دیگه جلو علفات رو بگیریتون بیا تاشو که یه اونا از دیدم هیچی نخورده علفا اینا بگم که مربیل داره ببخش اگه چی میفهمه تو چی میگی؟ اونا رو میگه ببخش اگه من جلو علفات رو بگیریتون اون تا این کمرم نخوردی میخوردی بازم فدای سر هر دو تا شما گپی نبید
مسلینگ نبر به دهن انداز. او آدم نمیخوره، علف میخوره. تا شو. بله. بله. تشنه ای میگم. بخرید دیگه. گپ خلاصه. بله ملاس جلو. بخوره. پس که دست کن. میگم همینجا من تشنگی بشنم یک گلاس چای که اونور دارم بیاریم. این رو چی وعده شده؟ کسی به قسیم و نیه. چکاره؟ هم به خونه یم. سلام علیکم. علیکم. بابا آه. به شما گپی بگم. بگو چی میگی؟ بابا پولار که دادیم به گیلک برای مازدای بخره قراری کرده کشی کنه چاقران پولی عروی پیدا کنه. خب میفهمی چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ برفته قرار کرده موتر خریده. موتری به کجای مثل می بوزا گرگ کوی. این موتری بخریده که ایما چون ما مسافر کشی میکنیم چه کار میکنیم فلان میکنیم علی پول پیدا میکنیم. قراری کرده بابا انی پولار بدادم پولا مازدار بدادم بالا موتر لکنده براتی که عدل بابا آثار عتیقیه. حیف آدم که بابا به موی طرفی سی کنه. آخو گل گفتن که ما میرم خو مازدای مثل که بخور کشی کنه شراکت درده بچه خاله. اینا بابا رفتن چیزی سنم. از امو موترهای خریده که 500 سال عمر ندارم. ایت 10 برابر عمر شما. همو تو موتر رفته خریده. خب باشه ما برم حالا عباس به تست رایه. بریم عباس اول داریم خودی بریم موتر سی کنیم. ما پام درس میکنیم رفته نمید. اینا برفتم موتر خریدم. دل خو خوش کردن که ما موتر خریدیم. تو پیار ساده من نگاه کن تو به دست اینا پول داده که برای موتر بخریم. بابا رفتم اشته موتر خریدم. عدلی آثار عتیقی. هنوزه پیر مادر به دنیا نبودن که این موترها به می پیدا شده بود. تو حال این موترها هسته برفتم پولا رو دادم بالی چی؟ ای بابا انا بابا این موتر خریده. این چند سنده؟ این به 2 لک. این اثار عتیقی رو چیکار کنه؟ واسه که اشته موتریه. این از 40 سال پیشه. این از موترها حالی چرا هستند که از 40 سال پیش استونده. این البته نداره سنگا قبر مرور داره بابا بر انتقال ده. با مسافر کشی خوبه بابا. چی؟ با مسافر کشی کی بزی سوار میشه؟ خب برارم یک جدیدی نیه دیگه گیلک از چند سال پیشه. گپ کم کو. تو سی کو اصلا عتیقه. این مگم به موزیم بگذاری. این ما چکار کنم من؟ انا بابا فروشان کو. یاد ندارم من. یاد نداری؟ نه. تو هیچ مرگی نداری چی داره؟ خوبه دیگه بابا با قیافه گیلک هم میخوره. ها دیگه. این مگم بارم خودش به موزیم بگذارن دیگه چیزی که درد نمیخوره. مسافر کشی هم هستیم. کی بزی سوار میشه؟
باجه بله میگو این چیزی که شما استونده این موتره که شما استونده بله آقا جان موتره دیگه چیه؟ این عمر از 40 سال از عمرم زیادتره این 100 سال عمر داره که این موتره که شما استونده موتر یا فعاله دیگه چی فعاله؟ چه کار شد؟ یا قرن بوغه میفهم یا نه؟ همه این موتورها باجه ایتالیا که امروز ساخته شده باشه جان بچه نادم نبردی شیبه بردی حساب این موتر که بسیدی خب به شما گفتم بخزیم بریم گفتین گیلا که برده و برده که من بردم بستوندم دیگه فرق سال رو شما میرفتم خودتو حالا چه کار هم ساعت گوش چی استوندی؟ موتر استونم کار میکنیم خودی دیگه ما اصلا بگذار 4 روز بگذار کار میکنیم اصلا باجه میفهم یک ثانیه دیگه پولو صبر میگم بعد پولو من بدی دالم پولا کجا از هر جا میاری بعد پولو من بیاری موتر بستوندم ما تیرم از این موتر من از این شراکت تیرم همون روز به شما گفتم بخزیم بریم خودمون میرفتیم گفتم من سر وامشون میرسم سر پس امروز سر شما وا شد موتر و من میبینم موتر نیه همون روز میرفتیم میدیدیم دیگه اینه این موتر که همون پرستیدی روز میرفتیم سیل میکردیم موتر که به این جنجال امار نمیده عجب حالا پولو من که کار تیر شده ما چکار کنم ما کار ندارم من باید پولو من بده خودی کار میکنی شما اصلا گفتم یک ثانیه دیگه صبر نمیکنم واجه همین موتر کار میکنه شما کم صبر بکن ما کار میکنیم خودی هم گیله کردم بدیم دم دستم شما به هیچ چی کار نداشته باشید خدا تو رویداری کنم واجه خوب کردم هر چی کار کرده خود خب غم نداره پس ما کار میکنم شما صبر بکنیم ارو همون ما کار میکنم پولا شما رو هم میدم او رسول عتیقیه قط قیافی موتر نداره و تو گفتم موزدای بخر تو برشتی من چیست دینی اول من موزیم دار که مقداری موزیم مقداری نمیفهمم خدا چی بگم به شما ولی چی بگم اینیه انا والی من میرم شب جواب میام برای پلوکا خود ما خود این موتر کار میکنم شما فقط صبر گفتم خدا به تو رویداری کنم واجه خوب یک کار میکنم فیلم بعد تا شب جمعی خدا به خدا یک کار خلاص میکنم بشینین که چایم بخوریم زنده باشی یا الله یا الله